اگه بنده خدا شدید دو تا ویژگی پیدا میکنید. امید میشید برای زندگی برای همه. بندگی خدا بکن تو امیدی میشی برای زندگی برای دیگران. و دوم همدلی و همگرایی ایجاد میکنید. اگر تو بنده واقعی خدا شدید مردم به تو امید پیدا میکنند، افسردگی از بین میره، از کانال تو به خداشون میرسن، خداشون رو پیدا میکنن، گمشده هاشون رو پیدا میکنن. اگر تو بندگی خدا کردید همگرایی و همدلی ایجاد میکنید. چقدر خوبه که حرکتهای ما، گفتار ما، کردار ما، تعامل ما، مهربانی ما، مهرورزی ما، اخلاق و رفتار ما و تعامل ما طوری باشه که امید به زندگی ایجاد بکنه برای اونایی که امیدشون از دست دادن، و همگرایی و همدلی ایجاد بکنه بین خلق خدا، بندگان خدا. همه رو به هم وصل بکنیم، منسجم بکنیم، اختلاف و کینه و دشمنی و بغض و حب انتقام رو از بین ببریم. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. 3 جمله دعا میکنه. از تو برای همسایمان که نان را رو بود، نان. سبحان الله، چقدر دلش بزرگه. اونا نان رو از ما گرفتن و ما دعا میکنیم که خدایا تو نان بهشون بده. نان ما را بریدن ولی ما دعا میکنیم خدایا تو بهشون نان بده. برای یارانی که دل ما را شکستن دعای مهربانی میکنیم. برای عزیزانی که روح ما را آزردن بخشش. حالا برای خودش چی میخواد؟ این نقطه خیلی مهمه. این برای دوستانشون، کسانی که جفا کردن فلان. حالا برای خودش چی میخواد؟ و برای خیشتن خیش، یعنی برای نفس خودم خیش، برای خیشتن خیش آگاهی. من آگاهی میخوام، معرفت میخوام. معرفت من، آگاهی من، استعداد من، هوش من، فکر منو بلند کن. به من آگاهی بده، معرفت بده.